ماه نور و رحمت و غفران کجا هستی بیا. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند: نمازهای 5 وقته از جمعه تا جمعه، از رمضان تا رمضان سبب آمرزش گناهان بین اینهاست اگر مسلمان از گناه کبیره دوری جوید. روایت احمد، مسلم و ترمذی. أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. در شرح این حدیث علما میگویند نمازهای فرضی 5 وقته، نماز جمعه تا جمعه آینده و روزه ماه رمضان تا رمضان آینده محو کننده گناهان صغیره می باشند، مادامی که بنده مؤمن از گناهان کبیره دوری جسته باشد. چطوری که در حدیث های نبوی ذکر شده است، عملهای نیک پوشاننده و سبب مغفرت عملهای بد می شوند. رمضان أهلا بك رمضان نرقى بك رمضان. برادر و خواهر ایمانیم، از مضمون این حدیث به ما معلوم گشت که خواندن نمازهای 5 وقته، خواندن نمازهای جمعه و داشتن روزه ماه شریف رمضان تا رمضان دیگر سبب مغفرت گناهان صغیره می‌گردند. آن گناهان، آن لغزش‌ها، آن خطاگی‌هایی که ما انجام می‌دهیم، به شرطی که انسان گناه کبیره نکرده باشد. چون که اگر انسان گناه کبیره بکند باید او توبه کند، وگرنه خداوند آن گناه را از او نمی‌بخشد. پس از گناه کبیره خود را دوری جوییم تا نمازهای ما، تا روزه های ما سبب مغفرت گناهان صغیره ما گردند. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.